سلام علیکم برادرای عزیز، تماشابینای گرامی قدر، مهمانای کانال ما. ویدیوی امروزه ما از دهه ملیاب کوچه و پس کوچه های دهه ملیاب برای شما قصه میکنه. دهه ملیاب دهه علاقی راستی گپ نمیدونم چقدر اهالی زندگی میکنه، لیکن خوجگیش 80 ممکن زیادتر باشه. در جایی که ما نوا را شروع کردیم لوی تیک یا که لوی شهیدا میگن همین موضع را حاضر ما حرکت میکنیم با خودی کوچه های دهه ملیاب برای شما ای دهه ملیاب نوار میکنیم که مردمی دهه ملیاب با چی کارو مشغوله. امروز ها الکی تیرما شده است. درخت های سنجید، میوه سنجید، میوه سنجید پخته است، پخته رسیده است. دوستای عزیز، دهه ملیاب دهه پربرکت های اکثر مردمش به زراعتکاری و باغداری مشغولن. فکر میکنم همون بینای مسجد باشه، بینای مسجد دهه ملیاب. حاضر نزدیک بریم، شاید که بینای مسجده. بینای مسجده، بینای مسجده. اینجاش گلکوریه. Got
در همونجا بینوی مکتبه ایش بینوی بونگوی تیبی تماشابینای عزیز، بونگوی تیبی در دهه ملیوب. دختره نپا شما محکمه داره وایرون شده است، متاسفانه وایرون شدگی قلفی داری در اومدگاه بونگوی تیبی بر راهی بگیم احتیاطی قطعی داخل بونگوی تیبی میشیم. سرم درد کشتوست میبینیم که در بونگوی تیبی دهه ملیاب دوری سردرد هست یا نه. ای اپم بگیم که دختر سردختری نوبت دار هم کسی دیگه مامان. خب دوستای عزیز، کلمه که کرده شده NCEFT روز دیگر نمیدونم چی معنا داره. بونگوی تیبی رجای کاری مدیر بونگوی سلامتی دهه ملیاب مسعودوف عبدالستار اندمویچ. یافتی اپا؟ از او رحمت این پولکه یا که بی پول؟ بی پول یاری اولی ننی؟ رحمت کلان. خب تماشابین عزیز اینه دیدین پرستمول دوری سردرد، مقصد سری ما کمتر درد که است، هوا گرم شده است. در بونگوی تیبی اومدیم، در حقیقت کار میکنه در ایجای مقرری. سلامت باشی اپا، زنده باشی، نه خدمت که کسل یوده. خب رحمت. خرکی باریک احساس کردن برای ایستادن تماشا کردن. میسی طرفی دهه پروار تماشا میکنی، طرفی دهه یال ولسوالی خواهانی افغانستان نموداره. خب کشت خیرمنجان نموداره دهه نوچون ای پیشرو
گوریستانی دیهای ملیاب، این طرف کوها، این طرف دیه ها و منظره های دیگه. کمتر دم میگیریم، نفس میکشیم، بعد با حرکت میکنیم. اینجا آسیابی برقی کار کرده است. دلونه حالی نغز نپخته است. نمیدونم تو کدام اندازه درست باشه. یک عقیده هست که دلونه را اگر که تو بارون نزنه میخریش دلغینک میکنه. نمیدونم. با مزه. دلغینک یعنی که اگر که کمتر زیاد بخوری دلت میشوره. او کرنجک دیهای پروار. خب طرف باغ خمی پاج، ای بوله همون تیپه سر میشه و خمی پاج طرفی سر غور میره و او را همونجا راهی طرفی سر غور خمی پاج. دنی غور مردمی پرور میدونن اونجا را. دنی غور بالا کوی ملک. در آخری دنی غور بالای کوه طرفی سر غور رفتگی نورنگه.